با هزاران ثروت و مال و منال ارباب مرد، از همه داراییش جز یک کفن با خود نبرد. همسرش راننده ارباب را دلبسته شد، کمتر از 1 ماه با راننده عقدش بسته شد. سالها اندوخت ارباب خسیس اما نخورد، شد به کام آن که افسار الاغش می سپرد. یک نفر پرسید از راننده احساس تو چیست؟ این که خود اربابی و دیگر کسی فرمانده نیست. گفت تا حالا گمان می کردم او را بنده‌ام، کارمندش بودم و ارباب را راننده‌ام. حال فهمیدم که نه، او رنج من می برده است، فکر من بوده که عمری نان جو می خورده است. با تو هستم ای که مال اندوختی از خیر و شر، در وصیت نامه ات سهمی نداری ای بشر.